یک بودجه را اختصاص بکنید، بگوین خرما خریدم به خاطر از اینکه یک مسلمان او را بخورد، او را بتن تنظیمش بکنه. هرگاه تو به نام والدینت که وفات کرده اونا سخت محتاج هستند. و یک وقت ما تو هم محتاج میشه. اونا انتظار از این میکشن که کسی برش دعا بکند. ما و تو هم یک روز محتاج میشه. پس تلاش بکنین که چیز را برای والدینتان بفرستید و بهترین وقتش است، بهترین زمانش است. این پول برای ما و شما نمیماند، این عمرم به ما و تو نمیماند. خوبی هایی که اونا با تو کرده، پیشاب تا پاک کرده، تو آماده هستی که پیشاب کسی را پاک بکنی؟ ولی او از تو را پاک کرده. شب برات خیسته و به گریان تو جواب داده است. تو آماده هستی که چنین کاری بکنی؟ انگامی که مریض می شدی آنقدر جگرخون می شدن که اگر تو آلی صاحب فرزند هستی به خودت بیا که تو به فرزندان چقدر جگرخون میشی. سر تو جگرخون شده به خاطر تو نمازش را قضا کرده، والله به خاطر تو گای حرام خورده، والله به خاطر تو کار ناروا را انجام داده است، به خاطر تو دشمنی کرده، به خاطر تو دوستی کرده. بنابراین حق از اونها بیشتر است. لطف بکنید در ماه مبارک رمضان یک سلسله خوبی ها را مشخصاً به اونها بدید و کوشش بکنید که الله اونها را ببخشد، الله درجاتشان رفیع بگرداند، الله سختی هایی که با اونها روبروستند الله او را برش ببخشد. خداوند متعال توفیق مزید عبادت و نصیب ما و شما بکند. رب العالمین مشکلات دنیا و آخرت ما و شما را الله حل بکند. برادرای عزیزم، همیشه الحمدلله یک تعدادی از مسلمانای تجارای خوب وجود دارند. من حساب کردم گفتن $8,000 قیمت می شود که ما سیستم را کاملا درست بکنیم. لطف بکنین کسایی که توانایی دارند تا همین سیستم را واقعا جور بکنیم، به شکل جورش بکنیم که دیگه یمی جنجالا نباشد. و ماه مبارک رمضان است، انفاق دقیق بکنین تا این سیستم را دقیقا جورش بکنیم که همین مشکل حل شود. از تمام تجار و مسلمانان تقاضا میکنیم مبلغ را در اینجا پرتن و سخاوت دقیق بکنن تا دقیق جورش بکنیم. غیر از این جور نمی شود، آواز انعکاس پیدا میکند. انشالله دقیق شدن گپ مرا.
قیمت از این سیستم $8,000 می شود. به شکل باید جور شود که دیگه هیچ گپی نداشته باشد. ما از تمام کسایی که توانایی داره این سیستم جور بکنیم. غیر از او جور نمی شود. هر قدر ما تلاش کردیم که راهش پیدا بکنیم نشد. شما باور بکنیم من زحمت میکشم که یک کلمه به شما دقیق بگویم ولی شما نمیشنوید. الله رحم بکنه سر همه شما.